برای ما بگوین کنار ما استاد میشین یا نمیشین؟ تکبیر! 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 شما جوانایی که در اینجا استاد هستید، جوانی وقتی مزه میده کمرش بسته بکنی استاد شوی کشته شوی مگم ناموس تا کسی نبینی. استاد شو مبارزه بکن. جوان نیکنام 1000 سال زندگی میکنه، جوان بدنام فرزندش نمیشناسید. وقتی با ما میزه که جوان باشیم کاکا باشیم که پدرم در راحتی زندگی بکنه، مادرم در راحتی زندگی بکنه، خواهرم در راحتی زندگی بکنه. ما چکنم جوانی را که در خانه ما راحت روی بستر بخوابم، اما در منطقه ما یک آدم بیگانه و اجنبی دیگه به زندگی بکنه. سلام دوستان و همراهان گرامی، در این ویدیو قصد داریم به شرح زندگی اکمل امیر فرزندی صدیق و دلیر وطن بپردازیم. قبل از تماشای این ویدیو حتما عضو کانال شوید و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید و در ادامه با کانال نشنال تیوی همراه باشید. اکمل امیر زاده ولایت کاپیسا بود. پدرش محمد آصفی فرحت از جمله مجاهدین ولایت کاپیسا بود که در مقابل تجاوز قشون سرخ و همچنین در مقاومت اول مقابل طالبان سهیم بوده است. دوره ابتدایی را در مکتب متوسطه ایزدیار شهید و دوره ثانوی را در لیسه عالی میر مسجدی خان و غلام حیدر خان به اتمام رسانیده و پس از فراغت از مکتب عشق و علاقه‌ای که نسبت به نظامی بودن داشت شامل امتحان کنکور اکادمی ملی نظامی گردید و موفق به ورود در این نهاد تحصیلی شد و در جریان 4 سال تحصیلی از شهرت خوب در بین همه محصلین برخوردار بود و از افتخارات مانند 2 مدال شجاعت از طرف ستور درسیز قوای مسلح، مدال افتخار از کشور تاجیکستان و مدال خدمت از طرف دپارتمنت نظامی آمریکا کسب کرده بود. وی بخش از آموزش دوره‌های نظامی را نزد نیروهای خارجی دیده بود. فرمانده اکمل امیر که رتبه ژنرالی نیز داشت، بیشتر در ولایت‌های جنوب و شمال از جمله قندهار و فاریاب بزرگترین عملیات‌ها را مدیریت کرده بود. اکمل امیر به گفته سربازانش یکی از برجسته‌ترین ژنرال‌های ارتش فروپاشیده افغانستان بود که در سخنوری اندیشه نظامی و وطن‌دوستی و تعهد به همتا بود. پس از فروپاشی دولت افغانستان او به جبهه آزادی افغانستان رفت و مسئولیت عملیات نظامی علیه طالبان در شمال را بر عهده گرفت. در اوج جنگ‌ها و حملات بی‌وقفه طالبان بر دولت پیشین، بار اکمل امیر فرمانده ارشد جبهه آزاده که در آن زمان عضو ارشد ارتش افغانستان بود، خطاب به طالبان گفته بود: ما می‌دانیم که چرا می‌جنگیم، برای همین لباس پوشیده ایم و در خط مقدم نبرد ایستاده ایم. این تنها یک جمله ساده از زبان یک سرباز نیست، بلکه منطق مبارزه طولانی اکمل و هزاران سرباز دیگری است که در 20 سال در برابر ترور و افراطگرایی ایستادند و بعد از فروپاشی دولت و ارتش افغانستان نیز در بلندی‌های هندوکش سینه سپر کردند و مرگ را به جان خریدند تا افغانستان را از جنگ تروریست‌های شرارت پیشه آزاد کنند و نگذارند که سرزمین مادری در گلوگاه فراموشی تاریخ و معامله‌های پنهان یخ بزند. فرمانده اکمل امیر سالها با همین انگیزه دشمن شناسی و تعهد انسانی برای یک زندگی آبرومندانه مبارزه کرد. سختی کشید و سرانجام جان خود را در این راهی پرخطر از دست داد. راهی رسیدن به آزادی و زیست انسانی به تعبیر نیلسون ماندلا یکی از پرآوازه‌ترین مبارزان جهان دشواری است و این دشواری و سختی‌های طاقت فرسا اکمل امیر و هزاران انسان آزاده دیگر که در کوهپایه‌های هندوکش ایستادند و مبارزه کردند می‌دانستند که چرا می‌جنگند، منطق مبارزه‌شان چیست و چرا زندگی سخت و نفسگیر و سرانجام مرگ را بر آرامی ترجیح دادند. آنها از خود میراث بس بزرگ بر جا مانده و بر جاویدانگی رسیدند. زندگی همین ماجرای جسورانه است، همین مبارزه برای آزادی است و همین تقلا برای رسیدن به یک جامعه انسانی که در آن به آزادی و کرامت انسانی حرمت شود. به هر حال چنین فرمانده‌هایی نمردند، آنها به جاویدانگی رسیدند. به قول مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند.